موقعی که دور اولی که آقای ترامپ پیروز شد، شاید حد اکثر تهدیدی که ایران متوجه آمریکا می‌کرد همین قایق‌های تندرو سپاه بودن در تنگه هرمز و خلیج فارس. الان اما بسیار بلند پروازی‌های ایران در منطقه بیشتر شده، چه در سوریه، چه در عراق، چه به واسطه گروه‌های نیابتیش مثل حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن. چقدر فکر می‌کنید که روی کار اومدن احتمالی آقای ترامپ ممکنه باعث بشه که یک اتحادی شکل بگیره بین اسرائیل و آمریکا و به این نتیجه برسن که الان فرصتی است که کار جمهوری اسلامی رو یه سره کنن؟ بغیر از اون اوایل انقلاب که بحث کودتا احتمالی مطرح بود و هنوز ساختار شکل نگرفته بود و بغیر از یک مقطعی که در واقع حداقل در لفاظی آقای رامسفلد در دوره آقای بوش پسر میگفت ما توانایی جنگ در جبهه داریم و خب ظاهرا یه بخشی از اونها رفتن سراغ مسئله در واقع حمله به ایران بعد از صدام حسین رو بگذارن روی میز آقای رئیس جمهور آمریکا. بغیر از اون مقطع هیچگاه مسئله در واقع حمله به ایران به سبک عراق یا تعیین، ولی تا موقع هم هیچ موقع ایران تهدیدی به این بزرگی در منطقه نبود. نه الان در اوکراین داره نقش بازی میکنه، در اسرائیل داره بازی میکنه. آمریکا هم در واقع یک تازیه اون ابرقدرت تنها بعد از فروپاشی در واقع دیوار برلین و جنگ سرد نیست. الان تقریبا محاله بخواد مثلا آمریکا بتونه و بخواد ائتلافی تشکیل بده برای حمله به ایران، حمله دائم.